بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی، کتاب ریاض الصالحین سلسله برنامه باقی نکوکاران را ادامه میدهیم و امروز موضوع باب الامر بالمحافظه علی السنة و آدابها، بابی با سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم پایبند بودن و آن را بسیار مستحکم قاپیده حفظ کردن. پایبند سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چیست؟ سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم سخنهای ایشان و کردار حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر یک عملی که عمل میکردن و همچنین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، چنانکه که علما میگویند این اقرار رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم یک صحابه را میدیدند، صحابه اگر همون کار را انجام دهد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به کاری کرده او اگر اقرار شوند، این هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خوب انسان حیاتش را موافق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم میگرداند و الله سبحانه و تعالی در سوره حشر میفرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. الله میگوید و هر آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برایتان داد آن را بگیرید و از هر آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم شما را نهی کرد، شما را منع کرد، شما را بازداشت، از آن دست بردارید. در اینجا الله سبحانه و تعالی برای صحابه ها آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از غنیمت تقسیم کرده میدادند آن را گفته ایستاده است، ولی مقصد از این آیت الله سبحانه و تعالی همه آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم امر میکنند آن را در بر میگیرد و هر کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن ما و شما را نهی کرده‌اند و منع کرده‌اند آن را در بر میگیرد، زیرا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم و ما ینطق عن الهوى، چنانکه که الله حق سبحانه و تعالی میفرماید پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگز از هوای نفس خود، از پیش نفس خود پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن نمیکردند و همچنین ما و شما باید پیامبر صلی الله علیه و سلم را سرمشق خود قرار دهیم و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما نمونه بهترین هستند، چنانکه که الله سبحانه و تعالی میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، در حقیقت بی شک و شبهه برای شما در پیامبر صلی الله علیه و سلم یک سرمشق بهترین. امروز جوانها سرمشق ما و شما که است؟ امروز یک انسان نمونوی که جوان برای او هر یک کار و هر یک کردار او پیرو می شود که است؟ بسیاری جوان ها رو می بینی، نمیدونم، یک جنگاور، یک انسانی که مثلا در صحنه ها می براید و جنگ میکند و چی میکند، برای خود نمونه قرار داده است. هر کاری که او میکند اجرا میکند، یا فوتبالیست یا فلانی یا بسمدانی یک انسان مشهور رو. اما الله چی گفته ایستاده است؟ لقد کان لکم فی رسول الله، در پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم سرمشق ما و شما باید باشند. برای چی فلانی را سرمشق خود گرفته؟ گفته وقتی میپرسی میگوید وای مسلمان است کو، اما وقتی تو میگویی وای مسلمان است، کردار او را یک بار با سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، با رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم، با این ترازو آیا ما برکشیدیم یا نکشیدیم؟ و الله سبحانه و تعالی برای ما و شما پیامبر را ذکر کرده ایستاده است که پیامبر برای شما نمونه نیک است. ما و شما اولین پیشوای ما و شما، پیشوای بهترین، پیشوای بزرگترین که هستند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. و انسانی که یک نفر را برای خود پیشوا قرار میدهد، سرمشق خود قرار میدهد، او را باید دوست دارد. برای همین الله سبحانه و تعالی میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. الله میگوید که برای ما و شما این آیت را بعضی از اهل علم میگویند آیت المحنه، آیت امتحان است. الله ما و شما را امتحان میکند، ایمان ما و شما را امتحان کرده ایستاده است. الله میگوید بگو اگر شما الله را دوست دارید، هر یک انسان دعوا میکند که من دوستدار الله و رسولش هستم، اگر شما الله و رسولش را دوست دارید فاتبعونی، پیروی من باشید. دلیل نشانه محبت بنده به الله و رسولش این چی است؟
پیرو بودن به رسول الله صلی الله علیه و سلم، چقدر به رسول الله صلی الله علیه و سلم امروز ما پیرو هستیم، چقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم را در حیات خود ما و شما سرمشق قرار دادیم. نتیجه چی می شود؟ اگر ما و شما پیامبر صلی الله علیه و سلم را پیرو شویم، نتیجه می شود یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. الله شما را دوست می دارد. همه گفته می تواند که من الله را دوست می دارم، اما الله کی را از بندگانش دوست می دارد؟ الله همون نفری را دوست می دارد که اتبعونی، پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خب از این هم دیده باز یک آیتی که بدن انسان را بلرزه می درآورد. این آیت رو ببینید. الله میگوید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. الله قسم یاد نموده، سوگند میخورد، میگوید قسم به نام پروردگاری تو. اینجا الله ربوبیت خاص یعنی پروردگاری تو گفت. ای پیامبر صلی الله علیه وسلم لا یؤمنون، هرگز ایمان نآوردند، یعنی ایمان آنها کامل نمی شود مگر تا آن دمی که در اختلافاتشان، اگر ما و شما در یک کار اختلاف کنیم، در یک کار بین دو نفر اختلاف پیدا شود، دو برادر یا دو شریک یا زن و شوهر یا هر نفری که در بین خود در بین هم اختلاف پیدا میکنند، باید چی کار کنند؟ باید یحکموک فیما شجر بینهم، پیامبر صلی الله علیه و سلم را داور قرار دهند. یعنی اگر ما اختلاف کنیم، ما باید چیکار کنیم؟ رجوع به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، به حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم. در همین حالت پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم همین مشکلات را چگونه حل میکردند؟ دوام آیت را ببینید. الله در دوامش میگوید که ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، یعنی بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم را داور قرار دادن، یعنی حکم پیامبر صلی الله علیه و سلم را ما وقتی قبول میکنیم، لا یجدوا فی انفسهم حرجا، در دلشان در نفسشان ناراحتی احساس نکنند. اگر یعنی بعضی انسان حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول میکند، اما یعنی مجبوری قبول میکند. یکی در اینجا الله گفته ایستاده است که در دلش یگان ذره ناراحتی پیدا نشود. و یسلموا تسلیما، شرط سوم چی است؟ شرط سوم این است که کاملا تسلیم می شود. یعنی یکمش پیامبر صلی الله علیه و سلم را داور قرار می دهیم، دویمش در دل ما یگان ناراحتی دیده نشود، احساس نشود، یعنی ما باید با راحت قبول کنیم حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم را. و سومش چی است؟ کاملا باید تسلیم شویم. خوب از این هم آیتی باز شدیدتر الله سبحانه و تعالی میفرماید فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. الله چی گفته ایستاده است؟ الله میگوید که آنهایی که مخالفی گفته های رسول الله صلی الله علیه و سلم، مخالف سنت رسول الله، امر رسول الله صلی الله علیه و سلم، امر رسول الله صلی الله علیه و سلم را مخالفت میکنند، اجرا میکنند، از آن سرکشی میکنند، آنها بترسند. از چی بترسند یا الله؟ اینکه برای آنها یک فتنه بالای سر آنها میبیاید. باز از این هم وزن‌تر او یصیبهم عذاب الیم، یا اینکه برای آنها یک عذابی دردناک المناک رسیدنش ممکن است. امروز نمیبینی جامعه وقتی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دور می شود، امروز جوانها وقتی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر را امروز ما و شما برای خود سرمشق یک نمونه بهترین قرار نمیگیرند جوانها. این مصیبت و این فتنه و این عذاب ها و این رنج هایی که امروز ملت ما و شما، امت ما و شما دیده ایستاده است، الله گفته ایستاده است. 1400 سال قبل ما و شما را الله آگاه کرده ایستاده است. همش نتیجه امروز از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم دور شدن است. خب میگذاریم به حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم. البته آیات ها زیادند. با حدیث اول که از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که
ابو هریره رضی الله عنه میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند دعونی ما ترکتکم انما اهلک من کان قبلکم کثرت سؤالهم و اختلافهم علی انبیائهم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر آن چیزی که من ترک کردم شما آن رو ترک کنید. بعضی صحابه ها پیامبر صلی الله علیه و سلم رو، یکی از حادثه هایی که با پیامبر صلی الله علیه و سلم شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی صحابه ها رو به حج بیت الله امر کردن، یکی از صحابه پرسید افی کل عام یا رسول الله، پرسید که یا رسول الله هر سال حج کردن فرض است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اگر من بله ها گویم آیا شما کرده میتونید؟ یک مشقت وزنی. امروز بعضی انسان ها در عمرش یک مرتبه به زور حج میکنند، پس هر سال یک بار باشه چقدر مشقت میشود. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اگر هر آن چیزی که من بیان نکردم حکمش را، هر آن چیزی که من ترک کردم شما بسیار سوال نکنید. و گذشتگان را، بنی اسرائیل را پیامبر صلی الله علیه و سلم مثال میبرند، میگویند آنها رو بسیار سوال دادنشان پیامبر به پیامبراشون، به موسی علیه السلام و یا دیگر پیامبرا بسیار سوالهای میده چویده بسیار میدادند و همچنین با پیامبرانشون و اختلافهم علی انبیائهم، با پیامبرانشون اختلاف میکردند، عقل خود را از گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم، از گفته پیامبرانشون بالا میشماریدند. برای همین گفتن هلاک شدند. انسان وقتی دینش هلاک میشود، بدترین هلاک این هلاک ایمان انسان و دین انسان و اخلاق انسان است. و در دوام حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فاذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه، و هر آن چیزی که من شما را نهی کردم، از آن منع کردم، شما خودداری نمایید. اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم. این حدیث متفق علیه، امام بخاری و امام مسلم روایت کردن و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند و هر آن چیزی که من امر کردم با قدر توانایی اجرا کنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در منع کردن چی گفتند؟ با قدر توانایی نگفتند، گفتند هر آن چیزی که من منع کردم شما خودداری کنید. وقتی حرام است نباید انسان کنند، اما در وقت سنت ها را اجرا کردن انسان با قدر تواناییش اجرا میکنه. این را به قدر توانایی پیامبر صلی الله علیه و سلم یک قید آوردن. در حدیث دومی که اینچنین ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کردند، این حدیث را امام بخاری در صحیح بخاری روایت شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند کل امتی یدخلون الجنه الا من ابى قیل و من یأبى یا رسول الله قال من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقد ابى. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند تمام امتان من داخل جنت می شوند مگر، پیامبر صلی الله علیه و سلم جدا کردند، مگر کی یا رسول الله؟ مگر آن نفری که سرکشی کرد. صحابه ها گفتند، پرسیدند از پیامبر صلی الله علیه و سلم کی؟ همون انسانی که سرکشی میکند کی است؟ چگونه سرکشی میکند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کسی که مرا اطاعت کرد، کسی که مرا اطاعت میکند، سنت های مرا اطاعت میکند، دخل الجنه، داخل جنت میشود. و کسی که مرا اطاعت نمی کند، از سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم سرکشی میکند، همون نفر چی است؟ انسانی است که سرکشی کرده است. یعنی نفری که پیروی سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم است ان شاء الله از اهل جنت است. از این معلوم میشود که کسی که از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم روی میگرداند، به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم اهمیت نمیدهد، و انسان باید یک خطری را احساس کند که شاید الله نکند که از جنت رانده شود. برای همین امروز جوان ها باید ما و شما رفتار خود را، باید ما و شما هر کاری و هر عملی که میکنیم با سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد و سرمشق و الگو و نمونه بهترینی که الله برای ما و شما عطا نموده است، که ما و شما فخر میکنیم که از امت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم، امروز حیات خود را موافق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، یک ترازوی برای خود قرار دهیم سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم را. الله سبحانه و تعالی ما و شما را موفق گرداند و هر یکی ما و شما و جوانهای ما و شما را هدایت نماید و حیات ما و شما را زیر قرآن کریم
و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم گرداند.